Assalomu alaykum do'stlar, muhtaram obunachilar kanali ma. Imroz 1 aprel soli 2022 روز جمعه بازاری یکم چسکر. امروز کورس روسی در دست بلوچیکا 140 روسی را، لیکن کارتا اگر وای شود 150 سومان 1000 روبل روسی ما. دلار دین 11.90 یورو 13.50 سومان. امروز میخوام برای شما نرخ نوای بازار یعنی یکم چسکر و نوار گیرم و از شما اولا بخشش میکنم اگر یکم خطاگی ها باشد و از من یکم خطاگی ها در وقتی ثبت نوار ویدیویم گذشته باشد اگر عذر میپرسم. حد مداد من برای شما نرخ نوای همین چیزای اولین درجه را برای شما گفته میگذارم. اگر ویدیوهای من به شما پسند آید میتوانید ابونه شده یا همون گفته که لایک رو پخش میکنید. خواهد امروز از این شب سر خرابه سر میشه. امروز نرخ ارد 315 سومان است. نرخ کارتوشک 3.5 سومان. نرخ پیاز هم 3.5 سومان. سبزی 2 سومان کیلوش. من هر یک چیزی برای شما نرخ نواش ایمنه اصلا سوداگران نمیفهمم. یک بار افخود کردم گفتی همون روزای نرخ نوار پرسیده گرفتم چند سومی هست. همین نرخ نواهایی همین پیاز و کرشکه و دیگر داشت. کرشکه مچو بریم چندشی داشت؟ 3.5 Açki London bombadan gerek bana London. Abi sabzi marama. چندشی ده سبزی؟ Sabzi 5 lira. Sabzi çamara koyup biraz tutulmaz. Bana koy. چی کم مبارک چای رو دوست دارم. کورا و افقا ششلی خریدی ها؟ حیاتانی نرخ کرم کیلو 6 سومان بود. کرم 6 سومان. اکل لوبیا چند شده؟ Lugoda. نخود چی؟ نخود 22. موش چی؟ موش
موش چیکو؟ موش 15 سومون نرخ موش. بوقلا اقل ده بوقلا 10. این بچه خالی من بچه اکای ایوب خان لوبای نمود زبچست ولسپیر میتونید همین که از دسترس کنید. قریب کی؟ قریب کی؟ میوان دیده با گفتن که میوان باجی کوپیا نیابیش چندی شدن؟ 150 120. آنجا برای گوشت 90 دیگه 90 دیگه نرخ گوشت امروز نرخ گوشت گوسفند 70 سومونه لحمش استخوندار و گوشت گوف 65 سومون لحمش 80 سومون گوشت مرغ کیلوش 27 سومونه روغن یک کیلوش 25 سومونی از پیستر هم مثل روغن کیلوش 25 سومونه نرخ برنج باشد 8 سومون تا 8.5 سومون از برنج کنجه یاوه و همون جو مسئله همون چیزای گوبرم از فراموش کردم از پیششون گذاشتم نرخ جو امروز 4 سومون و 80 درهم است گندم باشد 4.5 سومون کمبیکون 4 سومون کنجوره باشد 5 سومون و 40 درهم سبوس یک خلطش 110 سومونی میشد جوری باشد 5 سومون کمبیکون برای مرغ 8 سومون مکرون 8.5 سومون بوده کیلوش 8.5 سومون من تمام نمود کتاب‌های درسی در نزد معلم خالف لوبای نمود کتاب‌ها دارم برای درسی نرخ چای کبود و فهمی 45 تا 50 و قیمتاش هم هستن نرخی شکر 12 سومون قند هم خیلی 12 سومون یا صابون ها چندی شدن؟ کامل دیگه بده تمام نوع استلشه و استله چویفاروک و تخته های برای کوخنی تفسیه ها هست یک چیز هم گفته بزنم نرخی بنزین 12 سلیقی هم 12 20 گاز 680 شده اگر ویدیو معقول شده باشد اگر و اگر این خطاگاه هم شده باشد اگر بخشش میپرسم